تورج نفس عمیقی کشید و نشست. همونطور که لباسشو بیرون میکشید گفت چه شب خوبیه امشب. کامل لباسشو در نیورده بود که صدای داد و بیداد و جیغ از تو حیاط بلند شد. با عجله لباسشو تنش کرد و بیرون رفت. نفهمیدم چطور لباس تنم کردم و رفتم تو ایوون. اسما گریه میکرد و جیغ میزد. مراد سطل پرآب رو روی انبار میریخت و شعله‌های آتیش بالا گرفته بود. دود غلیظ و کلفتی حیاطو پر کرده بود. همسایه‌ها اومدن و چه بلبشویی بود. بچه‌های اسما ترسیده بودن و انبار داشت میسوخت. من فقط نگاه میکردم و به قدری شوکه شده بودم که نمیتونستم حرکتی بکنم. تو اون شلوغی و تاریکی شب کسی از پشت سرم گفت گلبانو الان بهترین فرصته، بیا بریم. رضا بود. با ترس به طرفش چرخیدم و گفتم رضا چی کار میکنی؟ رضا سراسیمه و با اضطراب گفت بیا بریم. دستمو گرفت و گفت نمیذارم اینجا بمونی. دستمو با عصبانیت از دستش بیرون کشیدم و گفتم رضا نمیشه، من نمیتونم، من باعث بی‌آبرویی آقام نمیشم. چی میگی گلبانو؟ من به خاطر تو اونجا رو آتیش زدم. خیره بهش موندم و گفتم تو رضایی که میشناختم نیستی. به سینه‌اش زدم و گفتم برو از اینجا، فقط برو. با پوزخندی گفت چون اون خانه اینقدر زود منو یادت رفت، اون همه رویای مشترک کجا رفت؟ خودتو به پولش فروختی؟ اونقدر مفت بودی؟ چنان به صورتش سیلی زدم که جای انگشتام رو صورتش موند و با گریه گفتم چون آبرو دارم نیومدم، چون خانواده دارم، چون عزت دارم، چون میدونستم تورج زندت نمیذاره. رضا خندید و دستش رو صورتش گذاشت و گفت چقدر قشنگ حرف میزنی، اینطور عصبی میشی بیشتر عاشقت میشم. عقب رفت و همه جا رو خاکستر سیاه و دود گرفته بود. اسما اومد سراغم و گفت خانم اونجا نمون، خفه میشی از دود. همه انبار سوخت و خاکستر شد. فقط من میدونستم چرا آتیش گرفته. دیگه صبح شده بود که آتیش خاموش شد. همه سیاه و دودی شده بودن. تورج اومد تو ایوون و گفت خدا رو شکر کسی آسیب ندید. با گوشه شالم صورت سیاهش رو پاک کردم و گفتم خدا رو شکر. اون شب آتیش رضا نذاش ما ازدواجمون رو کامل کنیم. مراد به قدری سیاه شده بود که شبیه حاجی فیروز بود. شروع کردم به شستن دوده ها و تمیز کردن. تورج خسته تو اتاق من دمر افتاد و خوابش برد. روش پتو انداختم. همه لباساش سیاه بود. برگشتم بیرون و مرادو پیدا کردم. کنار کشیدمش و گفتم کار رضا بوده. نگام کرد و گفت میدونم، خودم فهمیدم. همه چی رو جمع جور کن. تورج بیدار شد، برمیگردیم امارت. همه چی رو تون مرتب می‌کردن. بقیه خدمتکارا اول صبح که اومده بودن شوکه شدن. لباسامو جمع کردم و بعد از یه چرت کوتاه چشمامو باز کردم. تورج خواب بود و آروم رفتم بالای سرش. موهامو رو صورتش ریختم و همونطور که قلقلکش میدادم گفتم خان خوابیده، امارت و آب برده. چشماشو باز کرد و گفت خان خوابیده ولی خانومش که بیداره. لبخندی زدم و گفتم وقتشه برگردیم امارت. بلند شد نشست. دستشو دور کمرم پیچید و تنمو جلو کشید و گفت یک بار دیگه بازم دعوتم میکنی اتاقت؟ ابروهامو بالا دادم و گفتم نه، به همین سادگی ها نیست. پس من خیلی بدشانس بودم که انبارم آتیش گرفت. لبخند رو لبا ماسید و گفتم همه جا رو تمیز کردن. آماده بشیم برای برگشتن؟ آره، یه چای تلخ بگو برای من بیارن، معدم درد میکنه انگار. تو دلم گفتم رضا نذاشت اتفاق بیفته و خودم رو چقدر لعنت کردم. ساکامونو بار زدن و مراد و زن و بچهش با ماشین دیگه ای می اومدن. مراد به خونه نگاه کرد و گفت اینم از پا قدم خوبت خانم که میام امارت. اونجا همه چیز فراوونیه، خدا رو شکر که میایم اونجا. ولی اسما و خدمتکارا با گریه از هم جدا شدن و خداحافظی میکردن. سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم. تورج حتی شک نکرده بود کسی انبارشو آتیش زده باشه. راه افتادیم. اومدنی چقدر فاصله بینمون بود و حالا انگار سالها بود میشناختمش. سالها قبل که هنوز مادر بزرگم زنده بود برامون تعریف کرده بود وقتی خطبه عقد خونده بشه از جانب خدا عشق سرچشمه میگیره. انگار همونم شد و داشت اتفاق میافتاد. به تورج نگاه کردم. چقدر تو صورتش میشد زیبایی رو دید. ماشین تکون تکون میخورد و من که شبم خوابم نبرده بود چشمام گرم شد و خوابیدم. سرم رو شونه تورج گذاشتم و خوابم برد. با صدای پر از محبت خانم بزرگ بیدار شدم. دستامو فشرد و گفت بیدار شو عزیز مادر. چشمامو باز کردم. رسیده بودیم امارت. کسی جز من تو ماشین نبود. رو صندلی نشستم. از شیشه ماشین مریم رو دیدم که اومد طرف تورج و با گریه چیزی میگفت. اون دلتنگ تورج بود. خانم بزرگ آروم گفت خوش خبر باشی. چی شد؟ تونستی؟ خجالت زده سرمو پایین انداختم. ناراحت شد و گفت باید عجله کنی. پیاده شدم و گفتم دلم براتون تنگ شده بود خانم بزرگ. صورتشو بوسیدم و از دور نگاه‌های نگران مریم رو دیدم.
مراد جلو اومد و گفت خانم بزرگ سلام. خم شد پشت دست خانم بزرگ رو بوسید و گفت قربون این انگشترات بشم. خانم بزرگ با اخم گفت شماها چرا اومدین؟ اومدی اینجا هیز بازی کنی؟ با خنده گفتم من آوردمش خانم بزرگ، میخوام پیش من باشن. آدم قحطی بود این فضول آوردی، برو اتاقت استراحت کن. تورج مادر تو هم برو یکم استراحت کن. مریم به من نگاه کرد و گفت من میرم پیشش خانم بزرگ، براش چای میبرم. از کنار تورج تکون نخورد. آخرین نگاه بین من و تورج رد و بدل شد و با مریم به طرف بالا رفتن. دلم میخواست فریاد بزنم نرو، چرا داشتم حسادت میکردم. اون زن چند سالش بود. بالا رفتن و من خیره به رفتنشون. مراد کنارم ایستاد و گفت به چی نگاه میکنی خانم؟ به تقدیرم. من مطمئنم تقدیر رو درست میکنی. رفتم تو اتاق، دلم داشت میترکید. مریم دنبال تورج رفته بود و اونجا داشتن چی میگفتن. اون لباسی که برای مریم خریده بود اونقدر قشنگ بود که داشتم از حسادت خفه میشدم. عرفان تو جا تکون خورد و گلبانو دیگه ادامه نداد. شبنم به من خیره شد و گفت همیشه میگفتم تو به کی رفتی اونقدر دل و جرأت داری؟ به گلبانو رفتی دیگه. گلبانو خندید و گفت پشیمونم نکنید از گفتنه، شما دوتا انگار بچگیای من هستین. عرفان نشست و گفت خیلی وقت خوابم. گلبانو چادرش رو جلوتر کشید و گفت پسر قشنگم بلند شو. یه مادر زرنگ همیشه پسرشو خوشبخت میکنه و یه مادر کم عقل اولادشو نابود میکنه. مثل مادر تو چرا داره نابودت میکنه؟ شبنم جان بلند شو بریم. آقا عرفان بشین بگم برات شام بیارن، دیگه موقع شامه. عرفان با عشق نگام کرد. اونا که رفتن جلو اومد، دستمو تو دستش گرفت، بوسید و گفت بوی عشق میدی. ناخواسته یکم از زندگی تورج خان رو شنیدم. باورم نمیشه اون زمانم عشق اونقدر پررنگ بوده. تو قدرت و جسارتت به گلبانو رفته. چه زن فهمیده ای، چقدر عاقل. دستی به صورتش کشیدم و گفتم عرفان اگه میرفتی من اینجا دق میکردم. همین که هستی برام کافیه. بلند شو بریم پیش تورج خان. میخوام باهاش حرف بزنم و ازش بخوام عقدمون کنه. نمیخوام دست کنم. نمیخوام این بار دیگه بینمون فاصله بیفته. خستم بهار، خیلی خستم. جلو رفتم، محکم بغلش کردم و گفتم منم خستم. منم خیلی وقت دلم میخواد هر بار چشمامو باز میکنم ببینمت. هر بار میخوام بخوابم تو کنارم باشی. دلم بچه‌هایی رو میخواد که شبیه تو باشن. یه پسر شیطون، یه دختر خوشگل. عرفان سرمو بوسید و گفت نمیذارم از دستم بری. بهت قول میدم همه چی درست میشه. دستاشو محکم فشردم و گفتم دوست دارم عرفان، بیشتر از همه توی دنیا دوست دارم. در به اتاق کاری آقا جون رو زدم و رفتم داخل. رو مبلش نشسته بود و گفت خوش اومدین. عرفان مقابلش نمیتونست خون سرد باشه. انگار هنوزم اون خان و ارباب بود. آقا جون بلند شد و گفت دخترم چطوری؟ بهتر شدی؟ اون مغرور و بی احساس بود، ولی من که احساساتی بودم رفتم جلو و بغلش کردم. تردید داشت و دستاشو پشتم گذاشت و گفت بوی گلبانوت رو میدی؟ اون جوونیاش یه تیکه آتیش بود، یه شهر رو به آتیش میکشید. نگاهش کردم و گفتم هنوزم آتیشه، شما خبر نداری؟ اون که بله، اگه نبود که با این سنم هنوزم نگاش میکنم دلم نمیلرزید. عرفان روبروش نشست و گفت تورج خان من بی کسم، دست منو بگیر. آقا جون رو مبلش لم داد. چقدر هنوزم جذابیت تو صورتش بود و گفت میخواستم بیام سراغت. بهار و شبنم انگار دخترای خودم هستن، فرقی با فریبای خودم ندارن. درب به صدا در اومد و زنی هم سن و سال گلبانو با یه لیوان شربت اومد داخل. با دیدن ما شوکه شد و گفت مهمون دارید؟ آقا جون رو مبل جا به جا شد و گفت نه اینا مهمون نیستن. بهار رو یادت نمیاد؟ اون زن دقیق نگام کرد و گفت خوش اومدید، شبیه جوونیای گلبانو هستی. با تعجب گفتم میشناسمتون؟ من مریمم. لبخند رو لبام ماسید و گفتم مریم خانم زن آقا جون؟ آقا جونم شوکه شد و گفتم بله میشناسمتون، گلبانو تعریف کرده برام. مریم شربت رو روی میز گذاشت و گفت شام آماده است. داشت بیرون میرفت که گفتم ممنون زحمت کشیدین. مریم موهاش مشکی بود و مشخص بود رنگ گذاشته. برای شام رفتیم پایین. یه میز بزرگ آماده کرده بودن. عطر کباب و جوجه و دودش همه جا پیچیده بود. آقا جون بالا نشست و مریم هم سر میز بود. گلبانو کنار دست آقا جون نشست و به ما نگاه میکرد. با عشق نگاهمون میکرد و گفت چقدر قشنگه که هممون پیش همیم، بچه هام، نوه هام. نیم نگاهی به مریم انداخت و گفت مریمم هست. مریم به غذاها اشاره کرد و گفت بفرمایید خودم پختم، سال هاست آشپز اینجا خودمم.
چقدر خوشمزه بودن. عرفان کنارم بود و حس امنیت داشتم. زیر میز به پاش زدم و اصلاً به روی خودم نیاوردم. خندش گرفته بود و ریز ریز میخندید. کیان با تعجب گفت عرفان تو هم عقلتو از دست دادی، چرا میخندی؟ چیزی نیست، یاد چیزی افتادم. خواستم دوباره به پاش بزنم که پام به کس دیگه خورد و خودم هم ترسیدم. تارا ابروشو بالا داد و با خنده گفت عجبا، منم یاد یه چیز افتادم. هر دو به هم نگاه کردیم و اون فهمید زیر میز چه خبره. اون شب آغوش باز گلبانو برای ما نبود و تو اتاق آقا جون خوابید. من و شبنم بعد از مدت‌ها دوباره مثل بچگیامون کنار هم خوابیدیم. شبنم موهامو باز کرد و گفت آقا جون نگفت چه تصمیمی براتون گرفته؟ نه چیزی نگفت، ولی خیلی دلم میخواد همه چیز تموم بشه. شبنم خستم، خیلی زیاد. محکم لپمو کشید و قبل از اینکه چیزی بگه تارا اومد داخل و گفت اجازه هست؟ شبنم با روی باز گفت بفرمایید. اومد داخل و گفت سر میز جنگ جهانی را انداخته بودی؟ دختر نمیگی پات میخوره با آقا جونت اون وقت آبروت میره؟ شبنم با تعجب نگام کرد. با خنده گفتم چیکار کنم؟ وقتی کنارمه نمیتونم آروم بشینم. اون قدری که هیجان زندگی گلبانو رو داشتم، هیجان زندگی خودم رو نداشتم. میدونستم سحرخیزه، اون به سحرخیزی عادت داشت. تارا خواب بود و شبنم رو بیدار کردم و با هم رفتیم سراغ گلبانو. تو حیاط رو تخت نشسته بود و به عمارت نگاه میکرد. کنارش نشستم و گفت چرا اونقدر زود بیدار شدین؟ شبنم دستی به موهای سفید گلبانو کشید و گفت برامون بگو. ما بیشتر از همه کنجکاو اون روزاییم. گلبانو به اتاقا اشاره کرد و گفت اونجا اتاق من بود. مراد و اسما تو اتاقهای اون ته ساکن شدن. من یه حس خاصی نسبت به تورج پیدا کرده بودم. نمیشد اسمشو عشق گذاشت، اما کمتر از عشق هم نبود. چنان خوابیدم که تاریک شده بود بیدار شدم. دوباره به خودم رسیدم و برای شام رفتم بیرون. طبق معمول دمپایی‌های من رو مرتب نکرده بودن. حتی ساکمو که از خستگی کنار درب گذاشته بودم جابجا نکرده بودن. از همونجا تو ایوون داد زدم. خدمتکارای این عمارت کجان؟ اونقدر بلند گفتم که خانم بزرگ هم اومد تو ایوون. خدمه تو حیاط جمع شدن و با خشم گفتم مردید؟ چرا به اتاق من رسیدگی نمیشه؟ به هم نگاه میکردن و جوابی نمیدادن. خانم بزرگ اومد طرفم و گفت چی شده عروس؟ هنوز ساکمو جابجا نکردن. لباسایی که رفتنی گذاشتم کنار اتاق هنوز همونجان. رو بهشون گفتم من خانم تورج خانم. اگه نمیدونید الان بدونید. از فردا نون خمیر بخوردم بدین به فلک میکشمتون. با خشم نگاهشون کردم و از نگاهاشون که بیشتر حالت تمسخر داشت بیشتر بدم اومد. رفتم تو اتاق. سفره پهن بود. تورج نشسته بود و گفت بازم خاک به پا کردی خانم تورج خان؟ مریم با حرص نگام کرد و گفتم اصلاً حواسشون به من نیست. رفتم و کنار تورج نشستم. تعجب رو تو نگاه‌های بقیه میدیدم. رو به تورج گفتم استراحت کردی؟ با سر گفت آره. خم شدم نونو بردارم. عمدن خودم رو بهش زدم. خانم بزرگ لبخند زد و خوشحال بود. موهام رو روی پاهای تورج ریخته بودم و با چشمکی به خانم بزرگ گفتم خانم بزرگ تمام اتاق منو مورچه گرفته. وا چرا مگه جارو نزدن؟ نه گفتم بیان نفت بریزن گوشه کنار. من چطور اونجا بخوابم از بوی نفت؟ تا صبح خفه میشم. با گوشه چشم به تورج نگاه کردم و گفتم میشه تو اتاق شما بخوابم؟ مریم با عجله گفت تو این عمارت اتاق خالی زیاد هست. تورج سکوت کرد و خانم بزرگ گفت آره اتاق تورج باشی بهتره، منم خیالم راحته. تورج میدونست تو فکر من چیه و لبخند رو لباش نشست. سفره رو که جمع می‌کردن گفتم به مراد گفتم فقط اون اجازه داره بره تو اتاق من. خدمتکارا با اخم نگام کردن چون مورچه‌ای نبود و فقط مراد بود که میشد روش حساب باز کرد. لباسمو برداشتم و به طرف اتاق تورج راه افتادم. خانم بزرگ به هم لبخند زد. وارد که شدم تورج نبود. لباس خوابمو تنم کردم و تونتون موهامو شونه زدم و رفتم تو تختش دراز کشیدم. خودمو به خواب زدم. دربو که باز کرد اومد داخل. لباسشو عوض کرد و کنارم دراز کشید. به سقف خیره بود. عمدن بهش زدم و گفتم اومدی؟ انگار داشتم تو خواب حرف می زدم. تورج به طرفم چرخید و گفت خواب می بینی گلبانو؟ اسمم چقدر تو دهنش قشنگ بود. چشمامو باز کردم و گفتم نه بیدارم. خواب قراره از این به بعد ببینم. خوابهای قشنگ. تورج جلوتر اومد و گفت تو یه تیکه آتیشی. همه جور منو می سوزونی. جلو رفتم. کامل بهش چسبیده بودم و گفتم تو هم برام خیلی خاصی. صورتشو بوسیدم و دیگه نذاشت عقب بکشم.
تمام تنم رو حرارت تنش در بر گرفت. اونقدر دیوونه اون لحظه بود که حتی مهلت نداد لباسامو در بیارم و تو تنم تکه تکه‌شون کرد و دردی که تمام وجودمو در بر گرفت، داغی خونی که ملحفه رو سرخ کرد. اون شب من رو تختی که تورج اجازه نداده بود کسی به جز خودش رو اون بخوابه شدم خانم تورج خان. حس خاصی بود، برای من اولین تجربه و برای تورج یه لذت مجدد. سالها از ازدواج اولش میگذشت و حالا دوباره تکرار شده بود و اون دوباره تجربهش کرده بود. صدای پرنده ها و خروسان می اومد. صبح شده بود. مثل دختر بچه ها رفتم تو بغل تورج و گفتم چرا صبح شد؟ این تخت خیلی خوبه. تورج خندید و گفت معلوم نیست این زن منه یا دخترم. خودمو کش دادم و گفتم به سن و سالتم میاد دخترت باشم. لباساشو تنش کرد و گفت عجب دختری هستی. دستشو گرفتم، به طرفم چرخید و گفتم دیگه نیستم، دیشب تموم شد. فوتی کرد و گفت تخت رو بگو ببرن اتاقت اونقدر دوستش داری. تخت رو دوست ندارم وقتی تورج نباشه. از امشب اینجا میخوابم. جلو آینه دکمه هاشو بست و گفت نمیشه. چرا نمیشه؟ اتاق منو مورچه گرفته. بالاخره که میرن تا ابد که قرار نیست بمونن. تا اون موقع میشه بمونم؟ آره. به طرف در رفت و گفت به خانم بزرگ مژده بده. اون ملحفه خونی رو نشونش بدی کافیه. یکم دلدرد داشتم و تورج که رفت لباسامو تنم کردم و داشتم موهامو میبستم که خانم بزرگ اومد داخل و گفت چی شد گلبانو؟ خجالت زده به رو تختی اشاره کردم. خانم بزرگ بشکن زد و گفت مبارک باشه خانم شدی. بشین بگم برات کاچی بزنن. خبرشو به مادرت بفرستیم. براشون 2 گوسفند میفرستم. دور خودش میچرخید و میرقصید. از اون روز به بعد من همه چیز رو کم کم تو دستم گرفتم. بهار رسید و من با 1000 بهونه خودم رو تو اتاق تورج نگه داشتم. اونم به من عادت کرده بود و نمیتونست ازم دل بکنه. اگه شبی نمیرفتم دلتنگم میشد. کم کم لباسامم بردم و دیگه تو اون اتاق ساکن شدم. اتاق تورج خان تبدیل شد به اتاق مشترک برای ما. کی باورش میشد که یه دختر بتونه اتاق تورج خان رو برای خودش کنه؟ خانم بزرگ روبروم نشست و گفت به پدر و مادرت خبر فرستادم برای دیدنت بیان اینجا. ذوق زده سر پا ایستادم و گفتم واقعاً؟ مگه عید نیست؟ بیان از دخترشون عیدی بگیرن دیگه. روز قبل عید بود و خانم بزرگ و ارباب بهمون کلی پول عیدی داده بودن. خانم بزرگ تخمه شکست و گفت گلبانو عجله کن. من ماه دیگه خبر بارداری میخوام ازت. بهش نگاه کردم و گفتم خدا کنه خانم بزرگ. میدونم اگه بچه بیارم دیگه هیچ غمی تو دنیا ندارم. مگه الان غم داری؟ به طرفش رفتم و پایین پاهاش نشستم و گفتم نه غمی ندارم، ولی مریم رو که میبینم ناراحتش میشم. کاش خدا برای اونم یه دری باز کنه. الهی آمین. مگه من خواستم اون نازا باشه؟ اینم از شانس بد اونه. خانم بزرگ آهی کشید و با صدای در اتاق گفت بیا داخل. مراد بود و رو به من گفت خانم تورج خان میای یه دقیقه کارت دارم. دنبالش راه افتادم. گوشه‌ای رفت و گفتم چی شده؟ من کرد و گفت رفتم عیدی بردم برای آقا. دعوتشون کردم بیان اینجا. خانم بزرگ دستور داده بود. خب چی شد؟ به هم زل زد و گفت مهمون داشتن. نامزدی خواهرت بود. آقات میخواد بیاد شما رو برای عقدش دعوت کنه. با خنده گفتم خدای شکرت. چرا زودتر خبر ندادن؟ باید از خانم بزرگ اجازه بگیرم براش رخت و لباس درست و حسابی بفرستم. گوش کن مراد، برو اونجا به آقام بگو طلعتم با خودش بیاره. باورم نمیشه. بگو ببینم 2 قلوها چطور بودن؟ مراد آهی کشید و گفت خانم بذار حرفمو کامل بزنم. بهش نگاه کردم و گفتم چی شده مراد؟ خانم دلت نمیخواد بدونی داماد کیه؟ اهل کجاست؟ نه چه فرقی داره؟ همین که طلعت پسندیده و آقام بله داده حتما آدم خوبیه. خوبیش که خیلی خوبه. آقاست. مراد با تردید ادامه داد غریبه نیست، آشناست. آقاتون که میگفت اول تورج خان بعد این داماد معجزه است. کی هست که اونقدر خاطرخواه داره؟ مراد تو چشمام نگاه کرد و گفت رضا. یه تخمه از تو دستم گذاشتم دهنم و گفتم ما که رضا نمیشناسیم. چرا میشناسی؟ رضا دیگه. تخمه بین دندونام موند. اون رضا رو میگفت؟ مگه میشد؟ رضا چطور تونسته بود بره خواستگاری طلعت؟ یه بار دیگه بگو. رضا پسر عمو حشمت؟ کاش زبونم لال میشد نمیگفتم، ولی اول و آخر میفهمیدی خانم. دستامو رو دیوار گذاشتم. چشمام سیاهی میرفت و گفتم شوخی نکن مراد. مگه میشه؟ رضا نمیتونه بره خواستگاری طلعت. بله هم دادن، صیغه هم خوندن. حالت تهوع گرفتم. از شدت شوکی که بهم وارد شده بود داشتم بالا می آوردم.
مراد نگران پشت در توالت گفت خانم خوبی؟ عق می‌زدم و گفتم نه خوب نیستم. به پهنای صورتم اشک میریختم و دلم میسوخت. کی باور میکرد رضا و طلعت میخوان ازدواج کنن؟ اونم در حالی که من اونطور هر روز با دیدن رضا هزاران بار میمردم. مراد حوله به دستم داد. صورتمو خشک کردم و گفتم باید قوی باشم. من و رضا دفترمون دیگه بسته شده. مراد با ناراحتی گفت آره خانم قربونت بشم، عاقل باش. شما و رضا دیگه هیچ وقت نمیتونید به هم فکر کنید. دوباره بغض کردم و گریه کردم. تا آقام بیاد حوصله نداشتم و تو اتاق بودم. روی تخت دمر دراز کشیده بودم و به برفای روی شاخه ها کنار پنجره نگاه میکردم. تورج کنارم نشست و همونطور که دستی به کمرم میکشید گفت چی شده؟ امروز خانم ساکته. به طرفش چرخیدم و گفتم فکر کردم نمیای عمارت. آب یخ زده، باید یه فکری کنم. نصف مردم آب نداشتن. تو چرا اونقدر تو فکری؟ آهی کشیدم و گفتم نمیدونم، بهاره و دلم گرفته. شکمم و قلقلک داد و گفت بهار که مثل عطر تنت قشنگه، چرا باید دلت بگیره؟ مراد در زد و از بیرون در گفت خانم مهموناتون اومدن. دلتنگ مامان و بابام بودن. با عجله پایین تخت رفتم. تو آینه نگاهی به خودم انداختم و گفتم دلم براشون تنگ شده. تورج دستمو گرفت و گفت منم دلم برات تنگ شده. با شیطنت دستمو فشرد و گفتم دلتنگی شما قابل جبرانه. جلو رفتم، گونه‌شو بوسیدم و گفتم بوی بهشت میدی. با خنده گفت برو کم زبون بریز. بدو به طرف بیرون رفتم. میدونستم هیچ چیزی نمیتونه مانع دیدن من و اونا بشه. اونا خانواده من بودن. اونقدر با عجله از پله ها میرفتم پایین که خانم بزرگ داد زد نیفتی دختر. پایین که رسیدم و نگاه کردم قلبم یه باره ایستاد. رضا و طلعتم اومده بودن. پاهام به زمین چسبید و خیره به اونا موندم. طلعت چطور تونسته بود زن اون بشه؟ تمام خوشحالی هام از هم پاشید و آروم گفتم خوش اومدین. مامان محکم فشارم داد و گفت خوش باشی خانم. نگاهی به سر و پام انداخت و گفت میدرخشی دخترم. طلعت لبخند زد و گفت از دولت تو ما هم تونستیم بیایم اینجا. رضا نگاه میکرد و آقام گفت رضا داماد دوم منه. برای تبریک عید اومدیم خدمت ارباب. تورج از ایوان بالا گفت زحمت کشیدید، بفرمایید اتاق بالا. مراد فقط از درد من باخبر بود. پشتم ایستاد و گفت محکم باش، قوی باش. مگه میشد قوی بود؟ مگه میتونستم محکم باشم؟ وارد اتاق شدن. سر تا سر سفره عید پهن بود. آجیل و میوه و شکلات و شیرینی های رنگارنگ چیده شده بود. تعارف کردم و نشستن. اشاره کردم ازشون پذیرایی شد. به رضا نگاه نمی کردم. دو قلوها انگار غریبگی می کردن و با من خوشحال نبودن. شاید درد خواهرشون رو حس می کردن. خانم بزرگ اومد داخل و گفت خوش اومدین. مامان بلند شد و به احترامش گفت زحمت دادیم، شرمنده. نزنین حرفو، اینجا خونه دخترتونه، خوش اومدین. طلعت با لبخند به همه جا نگاه می کرد. اون انگشتر که انگشتشو می فشرد داشت گلوی منم می فشرد. آقام رو به من گفت طلعت و رضا نامزد شدن. برای عروسی اومدیم دعوتتون کنیم. خانم بزرگ تبریک گفت و ادامه داد رضا پسر خوبیه، دخترتون رو خوشبخت میکنه. بله خانم بزرگ، دامادای من معجزه زندگیمون بودن. دیگه حوصله‌شون رو نداشتم و نمیخواستم رضا رو ببینم. دل تو دلم نبود که برن. ولی خانم بزرگ برای نهار نگهشون داشت و گفت خوبیت نداره این موقع ظهر برن. طلعت و مامان دنبالم اومدن تو اتاق من. مامان همه جاشو نگاه کرد و گفت خیلی بزرگه دخترم، چقدر لباسات قشنگه. طلعت آروم گفت رضا گفته برای منم میخره، برام خیلی پارچه آورده. چپ چپ نگاش کردم و گفتم رضا چطور شد اومد خواستگاریت؟ وا چطور مگه باید باشه، برای هر دختری خواستگار میاد. کنارش رفتم و گفتم طلعت منو عصبی نکن. دستشو از دستم بیرون کشید و گفت چی میگی گلبانو، حالت خوبه؟ خب اومده خواستگاری، هم من مجردم هم اون. رضا پسر خوبیه، مگه تو نمیدونی؟ چه با کنایه میگفت. با حرص گفتم بازی نکن، داری منو بازی میدی. مامان بینمون ایستاد و گفت چه خبرتونه، چی شده؟ بگید ببینم دعوا برای چیه؟ طلعت با خنده گفت مامان جان دخترت معشوقه رضا بود، زن خان شد. الانم چشمش دنبال رضاه. به مامان بگو که دلباخته رضا بودی. اون دیگه شوهر منه، حواست باشه، دوست ندارم حتی اسمشو به زبونت بیاری، دورش خط بکش و بیخیالش شو. مامان متعجب نگاهمون میکرد و گفت چی میگین؟ صداتون رو بیارین پایین، میخواین خون بپا کنین؟ طلعت عصبی گفت دروغ نیست، از خودش بپرس. مامان به من خیره شد. اشک از گوشه چشمم چکید و گفتم مهم نیست دیگه. مامان بازومو گرفت، تکونم داد و گفت به من نگاه کن، راست میگه طلعت؟
نگاش کردم و گفتم تموم شده. من الان زن تورجم. میخوام فقط به شوهرم فکر کنم. طلعت گفت چاره‌ای هم نداری چون رضا منو خواسته. مامان رو بهش گفت خفه شو طلعت. مامان دستامو گرفت و گفت چرا بهم نگفتی؟ اگه میگفتم چی عوض میشد؟ منو نمیدادین بخوان؟ مامان این تقدیر نوشته شده است، دست من و شما نیست. خدا رو شکر که تورج رو دوست دارم. اون مرد نمونه و واقعا کنارش خوشبختم. وقتی فرشتو دیدم فکر کردم اتفاقی اسم رضا رو توش نوشتی و بافتی. پس بگو دلباخته رضا بودی و من خبر نداشتم. اشکشو با گوشه روسری پاک کرد و گفت تو راست میگی، ما زنا حق انتخاب نداریم. هممون مجبوریم اینطور زندگی کنیم. طلعت با اخم گفت تو عروسی من نیا، دوست ندارم ببینمت. اونقدر عصبیم کرد که گفتم شاید چون میترسی رضا با دیدن من بهت پشت کنه. طلعت خون تو چشماش موج میزد و گفت اون فراموشت کرده. عشق هیچ وقت فراموش نمیشه. زندگی میکنی اما خاکستر اون عشق همیشه روشن و گرما داره. مامان لبخندی زد و گفت حق داری. دیگه بحثی نکردیم و بعد نهار تورج و رضا خیلی صحبت کردن و اونا راهی رفتن شدن. من گوشام حرفاشون رو نمیشنید و دلم نمیخواست بدونم کی جشن دارن و کی قرار شروع کنن به زندگی کردن. فقط دلم میخواست از من دور بمونن و هیچ وقت نبینمشون. طلعت در حق من بدجور دشمنی کرده بود. اون چاقو رو از رو تو قلبم فرو کرده بود. خبر جشن عروسی طلعت و رضا به گوشم که رسید خوشحال شدم، چون من تورج رو داشتم و به اون دل بسته بودم. برای عروسیشون باید میرفتم. تورج خودش اجازه داده بود و نمیتونستم نه بگم چون دلیل میخواست. کدوم آدمیه که نخواد عروسی خواهرش بره؟ تورج لباساشو مرتب کرد و گفت مراد باهات میاد، با ماشین برین. اونجا تو ماشین میمونه و هر وقت کارش داشتی اونجا آماده است. روبروش ایستادم، دکمه بالای پیرنشو بستم و گفتم دلم برای تو تنگ میشه، کاش نمیرفتم. مگه میشه نری؟ برو و 2 روز از من جدا باش، بذار بیشتر قدرمو بدونی. سرمو به سینه‌اش فشردم و گفتم همین الانشم قدرتو میدونم. تورج منو راهی کرد. مراد از آینه نگام کرد و گفت خانم مطمئنی اونجا رفتنت درسته؟ من اونو فراموش کردم مراد. میرم و ثابت میکنم. من کنارتونم. مطمئن باشین مراقبتونم. ممنون ازت، تو لطف بزرگی به من میکنی. آقام جلوی درب و چراغ بسته بود. بچه‌ها تو کوچه بازی میکردن و خواهرام با دیدن ماشین به طرفم دویدن. تک تک رو بغل گرفتم و صورتشون رو بوسیدم. براشون از امارت کلی خوردنی آورده بودم. دنبالم وارد حیاط شدن. کفشام صدا میداد و همه متوجه ورودم شدن. آقام جلو اومد و گفت خوش اومدی. خم شدم، دستشو بوسیدم و گفتم خوش ببینی. تورج براتون برنج و یه سری وسایل فرستاده تو ماشینه، بگو خالیش کنن. به مرادم یه چایی بدین. طلعت داشت میوه میشست و با دیدنم دست به کمر شد و این بار من بودم که با غرور گفتم برای دستبوسیم جلو نمیای؟ خانم ارباب جلوت ایستاده. اخم کرد و گفت مگه نگفتم نیا؟ من تو رو دعوت نکردم. دوست ندارم شوهرم و تو همو ببینید. بی اهمیت به حرفش رفتم سمت اتاقا و گفتم مامان کجایی؟ مامان با لبخندی اومد بیرون و گفت خوش اومدی خانم. بغلش کردم و گفتم نگو خانم، قربونت بشم. براش لباس برده بودم و کلی پارچه. مامان یه دل سیر بغلم گرفت و گفت عروسی با تو میچسبه. به همه گفتم خانم تورج خانم میاد. اون اتاق برای من 1000 تا خاطره داشت. روی گلیم نشستم و گفتم چرا فرش پهن نکردی مامان؟ دلم نیومد رو زحمت دستای تو بشینم. بذار برات چایی بیارم. دستشو گرفتم، مانع شدم و گفتم مامان مگه من مهمونم؟ بیا بشین. مامان گفت فردا صبح میان عروس رو میبرن. امشب فامیلای خودمون رو شام میدیم و حنا میبندیم. خونه‌شون کجاست؟ تو خونه آقاش اتاق داره. جهاز خریدم برای طلعت. برو ببین تو اتاق بالاست. مبارکش باشه. آقام اومد داخل، کلاهشو درآورد و گفت از تورج خان تشکر کن. مرغ و گوشتی که فرستاده برای 1 ماه کافیه. نوش جونت آقا. بلند شدم و تمام پولهایی که بهم عیدی داده بودن و تو جیب آقام گذاشتم و گفتم از شیر مادرم حلال تره. آقام شرمنده شد و گفت ما باید بهت پاگوشا بدیم. تو برای ما پول آوردی؟ نگو آقا، مگه من و شما داریم؟ پدر شوهر و مادر شوهرت خوبن، بهشون احترام میذاری؟ بله آقا، مگه میتونم بی احترامی کنم؟ من دختر شما هستم، پر از احترام بزرگ شدم. عمر طولانی باشه. تو با ازدواجت باعث شدی همه ما خوشبخت بشیم. جلو اومد و گفت کل عمرم مدیونتم. خم شد، سرمو بوسید و بیرون رفت. مامان دلنگرون بود و بالاخره پرسید گلبانو هنوز چشم دنبال رضاست؟ با خنده گفتم نه مامان، این چه حرفیه؟ بلند شو بریم به کارات برسیم. من و مامان داشتیم اتاقا رو جارو میزدیم که خاله و عمم اومدن. عمه با دیدن من چشماش برقی زد و گفت جلوی پات باید گوسفند میکشتیم. قد و بالاشو ببین چه رعنایی شدی.
غلط نکنم حامله‌ای، معلومه رنگ چشمات روشن شده. خندیدم و گفتم عمه تازه 2 ماه عروسی کردیم. باشه من خودم شب عروسی حامله شدم. طلعت با کنایه گفت برای بچه دار شدن گرفتنت دیگه، بچه نیاری که پس میفرستنت. مریم خانم عشق اول شوهرت بوده و تو فقط برای حامله شدن اونجایی. عمه به دستش زد و گفت زبونتو ببرن، ساکت شو، با ادب باهاش حرف بزن، اون دیگه خواهرت نیست، اون زن اربابته. دلم گرفت و بغضم و به زور قورت دادم. شب مهموناشون اومدن، از پشت پنجره دامادو نگاه میکردم. رو دوش دوستش نشونده بودنش و میچرخوندنش. رضا تو کت شلوار دامادی چقدر قشنگ شده بود. به سفارش خانم بزرگی علنگو به طلعت کادو دادم و به عنوان زن ارباب هدیه‌ام اعلام شد. همه ازم میپرسیدن اونجا زندگی کردن چطوره و 1000 تا سوال داشتن. چادر مامان رو روی سرم انداختم و صورتم رو پوشوندم و رفتم سمت توالت. خواستم وارد بشم که یکی هولم داد و باهام اومد داخل و در و بست. از ترس ذره ترک شدم و تا چرخیدم رضا رو دیدم. نگاهش پر از درد بود و عصبی. گفتم چی کار میکنی؟ برو بیرون، میخوام برم. دستشو جلوی دهنم گذاشت و گفت آروم باش، باید باهات حرف بزنم. من با تو حرفی ندارم. مگه میشه؟ تو عاشق من بودی. آره عاشقت بودم ولی الان نیستم. اون گذشته من بوده، گذشته غلط و اشتباه من. اومدی طلعت رو بگیری تا خار بشی تو چشم من؟ نه به جان گلبانو، من فقط خواستم نزدیکت بشم. که چی بشه؟ من زندگی تورج رو دوست دارم. تو هم دست از سرم بردار. با بغض گفت نمیتونم، به خدا نمیتونم. تلاشتو بکن. کنار زدمش که رد بشم. میخواست به زور منو ببوسه. کنار زدمش و چنان به صورتش کوبیدم که جای انگشتام رو صورتش موند و گفتم مراقب باش. سرت رو حفظ کن تا از تنت جدا نشده. به دیوار تکیه کرد و گفت طلعت رو بدبخت میکنم. اونقدر میزنمش که هر روز آرزوی مرگ کنه. تو چقدر بدی، چه ذات بدی داری. گناه اون چیه؟ اگه خواهرت برات مهمه با هم فرار کن. میدونی نمیام، هیچ وقت نمیام. حالا که چهره واقعی تو دیدم اصلا نمیام. گلبانو تو عشق منی. دهنتو باید آب بکشی منو صدا بزنی. من خانومتم، خانم تورج خان. اونقدر بگو تا عادت کنی یا حواست باشه چی میگی. دوستای قشنگ و مهربونم، اگه تا اینجای داستان براتون جذاب بوده ممنون میشم با لایک و سابسکرایب کردن کانال ما رو حمایت کنید و برای شنیدن ادامه زندگی جذاب گلبانو دکمه زنگوله رو فعال کنید. منتظر خوندن کامنت های قشنگتون هستم.